بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هموطنای عزیزم، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا. الهی که یاد خدا در همه لحظات زندگیاتون، زندگیامون جریان داشته باشه و ممنونم که یاد خدا امروز رو هم تماشا میکنید. اجازه بدید که همین ابتدای کار فرارسیدن ایام حزن‌انگیز انتهایی ماه محرم و صفر رو هم به همه شما، به حضرت صاحب عزا ماتم هست حجت ارواحان الله الفدا تسلیت عرض بکنم و خدا کنه که آنچه که تا به حال عرضه کردیم محضرشون از ما پذیرفته باشن توی این شبها روزهای پایانی باقی مانده هم همینطور و همه اینها ذخیره و توشه خوبی باشه برای ادامه مسیر زندگیمون و قبر و قیامتمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد تبریزی امروز هم قبول زحمت کردن. آقا سلام، عرض تسلیت، خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، زنده باشید، همکاران، بینندگان داریم و این ایام محرم و صفر که در حقیقت به تعبیر حضرت امام محرم و صفر اسلام و نگه داشت. الحمدلله. به تعبیر حضرت امام جهان تشنه اسلام ناب محمدیه. وقتی که میگن اسلام ناب یعنی اون جامعیت اسلام، عرفان، فلسفه، سیاست، علم، تجلیات معنویت، تجلیات سیاسی، اخوت، همه اینها درش وجود داره و همه اینها میشه در مکتب امام حسین مطرح کرد. لذا وظیفه خطبا و ائمه جماعات، ائمه جمعه ما در طول سال، بالاخص در این دوره، بیان خطبه ها و شرح خطبه های امام حسین و آشنا کردن با اهداف و رسالت امامه. خیلی ممنونم استاد تبریزی عزیز. فرمایشات شما من یاد این عبارت تأمل برانگیز انداخت که خیلی فکر میکنن حدیثه یا مثلا حدیث قدسیه. نه، نیست، اما یک به نظرم جمله نورانی است که اگه اشتباه نکنم اولین بار از مرحوم علامه کاشف الغطا صادر شده این جمله که اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاست. بله، واقعا همینطور. آره، یعنی که الحمدلله ما مسلمانیم و اسلام رو پیامبر تأسیس کردن، اما بقای این اسلام به برکت جانفشانی امام حسین علیه السلام و یارانشون و البته پیام رسانی این در واقع فرهنگ و قیام توسط بازماندگان امام حسین علیه السلام بود و ما حالا میراثدار این میراث عظیم و شأن هستیم و رسالت و تکلیفی هم به دوش ما هست با توجه به درس هایی که از قیام امام حسین علیه السلام میگیریم. میخوایم این درس ها رو به بیان لطیف و شیوا و بلیغ شما بیاموزیم بعد از اینکه خلاصه یک دقیقه از برنامه هفته گذشته رو میبینیم، به شرطی که شما اجازه بدید. خواهش کنم، در خدمت از ماست. بفرمایید. در اسلام اصلاح داریم، اصلاحات داریم، اما اصلاحات در چی؟ در اصول، در مبانی یا در بدعت‌های جامعه؟ برخی در اثر عدم درک و فهم این اصلاحات رو فکر میکنن در دینه. دین که مبانی الهی وحی خداوند ثابته. دین مشکل پیدا نکرده، دین همون دینه. جامعه متدینین است که مشکل پیدا کرده، بدعت جای سنت رو گرفته، به حق عمل نمیشه، از باطل دست بر نمیدارن. میگه امام میفرماد من برای اصلاح امت جدم قیام کردم. آخرین کلام امام در موقع شهادت چیه؟ خدایا راضیم به رضای تو. برخی فکر کردن داره نفرین میکنه. این که میگه دارن امامو به شهادت میرسونن. تنها کلامش چیه؟ حضرت امیر در موقع شهادت چی گفت؟ گفت به خدای کعبه رستگار شد. اینجا اون راضی بودن به رضای حقه.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون. یک خلاصه جمع جور بود از آنچه که هفته قبل تقدیمتون کردیم و برسیم به، چون جلسه آخری هم هستش که محضر استاد تبریزی هستیم دیگه، آخرین درس هایی که به بیان استاد تبریزی ما از عاشورا میگیریم. بسم الله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حقیقت مکتب امام حسین و عاشورا تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی رو در بر میگیره. درس منحصر نیست. امام در مکه دعای عرفه میخونه، اوج معرفت عرفانی در اونجا میبینی. در حرکت ما برای خدا حرکت کنیم، تکلیف ما اینه، برای آزادی مردم از استبداد و حاکمیت فاسد یزیده، برای رسیدن به حقیقت. زندگی هر یک از یاران امام در حقیقت نماد یک قهرمان، یک الگوی بالاه. یعنی اگر ما بخوایم که باید هم این کار باشه، الگوهای زندگی انسانی، زندگی اسلامی بدیم، زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام، زندگی هر کدوم، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، هر کدوم اینها در حقیقت هر کدوم نماد یا قهرمان یا الگوی یک حرکت و جامعه چون با فطرت انسانی سازگار داره، ما باید اینو ارائه بدیم. اصلا تاریخ عامل همین مسئله است. رسالت تاریخ همینه که پیام امام حسین و پیام عاشورا رو به نسل‌های متوالی برسونه. حالا در یمن یک وظیفه پیدا میکنن در برابر تجاوزات و تعدیات. مردم عراق در مورد اشغال عرض کنم کفار حربی مثل امریکا، مردم سوریه در برابر جریان منحط استعمار ساخته داعش. ولی همه اینها چیه؟ اون جهاد اسلامیه که از مکتب امام حسین. اگر در برابر بدعت ها هست، مسئله امر معروف و نهی از منکر. اگر وظیفه علما هست، خطبه امام در مکه. یعنی هر کدوم تکلیف رو برای همه روشن کرده و راه رو روشن کرده. خب در اینجا ما درس هایی که میخوایم از مکتب امام حسین مطرح کنیم، تا شما آماده بفرمایید، من داشتم به این فکر میکردم که قربون خدا برم با این برنامه ریزی دقیقش توی قیام امام حسین هیچ کسی نیست که بگه من الگویی ندارم تو ماجرای کربلا. از بزرگ کهنسال گرفته تا میانسال، تا جوان، تا نوجوان، تا کودک، تا طفل، زن و مرد و هیچ کس نیست که تو هیچ موقعیت اجتماعی باشه که بگه من اونجا الگویی ندارم. تو هر دو طرف هم الگوی خیر هم الگوی شر. یعنی یک صحنه تمام عیار از تقابل خیر. تاریخ بشریت. آره که هر دو صف در برابر هم ایستادن، که هر کسی میتونه انتخاب بکنه توی این تابلو تمام عیار. من سمت نور، حالا با این شخصیت همزاد پنداری کنم، هم سمت شر. خیلی عجیبه این موضوع. اینجا وظیفه هنرمندان ما سنگین تره که از شعر، از رمان و قصه، از عرض کنم که فیلم سریال، بله، نمایش استفاده کنیم که برای جامعه و نسل‌های امروز ملموس‌تر باشه. همینطوره. لذا مثل زندگی حضرت زینب سلام الله علیها که در اون اوج مشکلات زن چگونه میسته، در حقیقت رهبری خانواده با اوه. به هر صورت او در مسیر همین ولایت، همین حرکت میکنه.
سامان دادن زنان، فرزندان، عرض کنم که کودکان، حرکت در کوفه، حرکت در شام چگونه میسته، خطبه میخونه، میگن علی داره صحبت. جانم در برابر کی؟ اما عبیدالله، در برابر کسانی که تا عرض کنم دندون مسلحن به دنبال قتل عامن. همون مردم غفلت زده، مردم دنیا زده در کوفه، مردم غافل رو بیدار میکنه که توابین و نهضت ها بعدن شروع میشه. پایه حکومت رو سست میکنه، ماهیت ضد اسلامی رو نشون میده. در کاخ یزید اون ابتدا بله پیغمبری نبود و افسانه بود و قرآنی نبود و شروع میکنه به گفتن و اون حرکت ناشایست نسبت به ساحت مقدس سر امام حسین. هر کس باشه زود شکسته میشه، مایوس میشه. چند تا اسیر در برابر عرض کنم که یک حاکمیت ستمگر مطلق. خطبه ها چجوری میکنه؟ یزید تو کی هستی؟ تو آزاد شده مایی. یه چیز خیلی عجیب اینه که حالا شاید کمتر بهش توجه بشه، اینا یزید و باباش و اینا اهل شعر و شاعری بودن. بله. اشعار زیادی از مثلا یزید یه دیوان شعر داره بله یزید. بله. میخواستم اینو بگم، حضرت زینب بعد از این همه اسارت و این همه شهادت دیدن و عزیزانش رو دفن توی این مسیر، بچه های یتیم در خاک و دیگه اوج مصیبت، بله یعنی واقعا این جبل الصبر، یعنی هر فشار مصیبتی میشد اینجا وارد بوده. شده. خب حالا رسیده تو کاخ یزید با یک آدم ادیب، حالا کاری به اخلاق و رفتار نداریم، آدم ادیب و شاعر. حضرت زینب از همون روش خودش با زبان در نهایت فصاحت و بلاغت میکوبونتش زمین یزید. این خیلی عجیبه، هم اون بلاغت رو داره هم اون محتوا رو. تو کی هستی؟ پدر و پدر بزرگ تو آزاد شده ما هستن. این ما بودیم که اسلام آوردیم. آنچنان خطبه رو میخونه. بعد از او امام سجاد به منبر میره، شروع میکنه گفتن ما فرزند کعبه، ما فرزند رسول خدا. اصلا اسهاتو به هم میذاره که اون دیکتاتور قسی القلب جنایتکار میگه من مقصر نبودم، من نگفتم این کارا رو کنه، اینا کردن. این شاه صدای انقلابو شنیده بود، همینو میگفت. بعد از این قول میدم به قانون اساسی عمل بشه. یعنی در برابر منطق مستند به وحی الهی مستبدترین افراد میشکنن، چون این زبان انسان نیست، زبان خداه. اینجا امام خلیفت الله به معنای واقعی کلمه، نه به معنای امامت باطنی و ظاهری داره. وقتی که بیان میکنه مجلس به هم میرزه. پس این امکان داره انسان علی رغم یک قدرت یا ابرقدرت یا چیزی ویسته. شما نکنید امام خمینی در مورد امریکا چی گفت؟ گفت که شیطان بزرگه. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی شیطانی بر امریکا حاکمه. مردم امریکا منطقاً اسیر همین ایدئولوژی شیطانی حاکمیت هست. در بعد وقتی که لانه جاسوسی رو گرفتن، امام فرمود امریکا هیچ کار نمیتونه کنه، هیچ غلطی نمیتونه، نمیتونه حمله کنه، نمیتونه، هیچ کار نمیکنه، محکم وایسته. وایستادن و اون صلابت. او از کجا این راهو پیدا کرده؟ همون کلام حضرت زینب و کلام امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیها. سلام الله علیها. بر این اساس ما وقتی که داریم موضوع رو مطرح میکنیم، در حقیقت اون فلسفه قیام باید معلوم بشه، محتوای قیام مطرح بشه. اینجا وظیفه مداحان ما که
واقعا خالصانه عشق امام رو در جامعه جاری میکنن، خدمات بزرگی میکنن شاعران ما. اما این عشق باید همراه با آگاهی باشه. شهید بهشتی اوایل انقلاب میفرمود الان که جامعه شوق و احساس و حماسه داره، ما مبانی اسلام و حاکمیت قانون رو در این مملکت باید جاری کنیم که اگر یک روزی این شور و احساس ضعیف شد جامعه آسیب نبینه. امروز در برابر این تهاجم که عادی هم هست، غرب یعنی اینکه غرب تهاجم میکنه اون هنر نکرده، ما غرب رو به انفعال انداختیم. غرب 1955 چه کار میکنه؟ یه هفته امام میفرمود میگن در ایران کاری نشده، اگر نشده چرا انقدر سرصدا میکنید؟ اینکه سرصدا میکنید. ما در اینجا غرب رو به چالش کشوندیم. یه تعبیری یکی از شعرای عرب داشت که آیت الله خمینی اومد شرق و غرب و کنار زد، اسلام و مسئله روز کرد. در عاشورا این اتفاق افتاد. حاکمیت یزید و میراث معاویه و اطرافیا همه به شکست انجامید. اگرچه بعداً یه جنایتی شد و در طول تاریخ این خط سرخ شهادت، خط سرخ قیام حسینی همچنان ماندگار مونده. به نظرم اصلا یکی از درس هایی که ما از قیام امام حسین و عاشورا میگیریم اینه که اگه میخوایم در آسمان کربلا و عاشورا اوج بگیریم، پرواز کنیم، اوج بگیریم، این حتما باید با دو بال باشه، یک بال عقلانیت، یک بال عواطف و احساسات. معرفت و محبت هر دو با هم، با یکیش نمیشه اوج گرفت. درسته، هر دو. آره، سلامت باشین. با همین محتوا عرض ادایی بکنیم محضر آل الله علیهم صلوات الله مخصوص از سید الشهدا و برگردیم و بخش پایانی برنامه رو در خدمت شما باشیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدوداً 7 دقیقه تا انتهای یاد خدا این نوبت از یاد خدا باقی مانده. 7 دقیقه‌ای که انتهای 6 جلسه درک محضر استاد تبریزی هست و حسن ختام مباحثشون درس هایی است که از قیام امام حسین علیه السلام داریم میگیریم. بفرمایید. بله، خوب گفت زمان به پایان رسید ولی موضوع همچنان ناتمام، حکایت همچنان باقی است. بله. خب ما در اینجا باید وقتی که میگیم ما درسی که از قیام امام حسین میخوایم بگیریم چه درساییه؟ گزینش نکنیم، مکتب امام حسین رو مطرح کنیم که هم عرفان هست، هم فلسفه هست، هم شجاعت هست، هم علم هست، هم خودسازی هست، هم جامعه سازی و غیره. در حقیقت مکتب امام حسین استمرار مکتب رسول الله حضرت امیر و امام حسنه. یعنی امام اومده احیای دین کرده، چیزی بر دین اصلاح امت کرده، جامعه رو اصلاح کرده. چیزی که ما هم در انقلاب اسلامی احیای دین رو داریم، هم اصلاح جامعه رو داریم. خب در اینجا میشه اشاره کرد در مورد عبرت‌های عرض کنم که تاریخی که میتونیم بگیریم. ابتدا به یه اشاره مثلا به حاکمیت یزید و کسانی که با یزید همراه شدن، فریب خوردن یا سکوت کردن. سکوت هم آسیب زیادیه. سکوت یعنی تعطیل امر معروف و نهی از منکر، عدم اهتمام به امور مسلمین، بخشی از مسائل اسلامی رو تعطیل کردن. اگر اون نسل می اومد به میدون، حالا اونهایی که سکوت کردن، نه امام به شهادت میرسید، نه یزید میتونست یک تازی کنه، نه مردم کوفه به اون انحطاط برسن. همیشه در تاریخ همینه. سکوت عرض کنم افراد دانشمند، اندیشمند، علما آسیبه.
بیان مبانی، بیداری، هوشیاری و تقویت جامعه اسلامیه. همین هم است که امروز ما نیاز به تولید علم داریم. یه بخش تولید علم به همین تاریخ میخوره، از تاریخ قبل از اسلام، دوران اسلام، دوران امام حسین تا تاریخ معاصر. چون تاریخ شناسنامه جامعه است. میگن جامعه‌ای که تاریخشو نشناسه خطاها رو تکرار میکنه. احسن. یا مثل کودکی میمونه که فاقد حافظه است. اما اگر به تعبیر حضرت امیر به امام حسن من تاریخ گذشتگان را آنگونه میدانم که گویی با آنها بودن و یکی از افراد آنها بودم، امروز باید تاریخ این گونه باشه. وقتی میگیم تاریخ عاشورا، یک مردم شناسی، جامعه شناسی، جریان شناسی اون دوران رو داشته باشیم. خیلی چیزا در تکرار، این که میگیم تکرار تاریخ، تکرار انسان هاست. انسان های امروز با انسان های زمان امام حسین تفاوت ندارن. ابزارشون تغییر کرده، امکاناتشون تغییر کرده، ولی به لحاظ انسانیت همونه، همون فجور، همون تقوا، همون عرض کنم دنیا طلبی یا خداگرایی در بشر هست، در انسان ها هست. اون شناخته که میتونه این مرحله رو به سامان برسونه. لذا عبرت آموزی در اون دوره امام فرمود که شکمهای شما از حرام انباشته شده. این حرام از کیه؟ تو 3 نسل ادامه پیدا کرده، از بیت المال مسلمین، از راه حرام به دست آوردن. هم رسوایی دنیایی داره، هم رسوایی آخرت. اینکه طرف میگه آقازاده فلان، نه، البته این به معنای نیست همه پدرها بد باشن. انسان خدا آزاد آفریده، پدر در اوج عرفان و معنویت، فرزند در ابتذال و انحطاط. اینا هست. همون تو ماجرا عاشورا هم هیچ داشت. دلیلی نداره که اگر یک فرزندی نادرست و ناشایست بود ما انگشت اشاره‌مون رو به پدر یا پدر بزرگ یا اطرافی ها بدیم. اما اگر به واسطه پدر دست درازی یا سکوت پدر در سوء استفاده فرزند باشه، اینو چه کار کنیم ما؟ در همون صدر اسلام بعضی فرزندان به بیت المال تعدی میکردن، پدر مثلا زاهد بود ولی سکوتش چیه؟ یعنی اون علقه های فرزند پدری اونا باعث میشد که اینکه در بعضی موارد اینطوره. یکی داریم مثل اویس قرن، عارف واصل، زمان اول خلیفه اول، دوم، سوم میگذره، جنگ صفین میاد با امام بیعت میکنه. اویسی که پیغمبر میفرمود من از یمن بوی اویس رو میشنوم و او عارف واصله که اگر ما بخوایم یکی از حقانیت حضرت امیر رو مطرح کنیم به همین اویس قرن و از یاران دیگر. لذا این مسئله شکم ها پر از عرض کنم حرامه. موضوع بعد مسئله تعطیل امر به معروف و نهی از منکر. ما فقط حدوداً 1 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. این امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تعطیل بشه، همون تعبیر حضرت امیر شرار امت مسلط میشن. حضرت امام حسین میگه من برای امر معروف و نهی از منکرم. به علمای اسلام میگه چرا تعطیل کردین؟ ما فکر کنیم امر معروف همیشه جنگیدنه. نه. آگاه کردن جامعه با کتاب، با صوت، با عرض کنم هنر، با ادبیات، انواع اقسام داره. یکیش ممکنه مثلا موقعیت دیگری باشه. لذا در این زمینه ما میراث بالایی در مورد آثار محققین و علما و شعرا و حکمامون در مورد عاشورا داریم. باید اون احیا بشه و کارهای جدیدی ابداع بشه. با توجه به شناخت نسل جدید، نسل جوان، باید بر مبنای ذائقه های اونها اون محتوا رو از ابزار هنری استفاده کنیم،
ارائه بدیم به زبان و ابزار روز بله به بله. نسل نو و جوان بله بله. انتقال داده بشه. نمیگم خیلی ولی دچار ضعفیم توی این قضیه. خیلی ممنونم استاد مهربانم، استاد قاسم تبریزی عزیز که ما 6 نوبت از محضر شما کسب فیض کردیم.